کیفیت، تجهیزات، متریال. همیشه عادت داشتم قبل از انتخاب یک کلینیک زیبایی این 3 فاکتور مهمو تو ذهنم مرور کنم. من پوستم خیلی حساسه. تازه به خاطر آفیش‌های پشت سر هم نمیتونم اجازه بدم متریال بی کیفیت یا حتی معمولی روی پوست من استفاده بشه. حالا اینکه خدمات زیبایی زیر دست متخصص انجام بشه هم خودش یه چالش بزرگه. همیشه به اطرافیانم هم تاکید میکنم یک کلینیک زیبایی مطمئن رو انتخاب کنین که براتون ارزش قائل بشن و از بهترین و بروزترین دستگاه‌ها استفاده کنن. برای من ژامک اون کلینیک زیبایی مطمئنه. برای شما چطور؟